ҳамешагӣ бо барномаҳои симои мустақили якум ҳамкории зич доранд ва ҳатто ҳамин лаҳзае ки мо гуфтем ки устод мо чунин барнома дорем бисёр бо хушнудӣ пазируфтанд, гуфтанд ки бошад ва аз ин гӯем фаъолнокиашон устода аз ин гӯем хоксоришон арзи сипос мекунем. устод ҳамеша сеҳату саломат бошед. устод қаламкаш ҳастанд. ба қавли алами он кас қалам ҳаст. ва ман мехостам оғози суоли ман дар мавриди он ки ҳамеша вақте бо бузургсолон ҳамсӯҳбат мешавем, ба онҳо аз айёми бачагиашон ёд кардан бисёр хушоянд аст. устод барои шумо чӣ? бошед. дар ҳақиқат одам чӣ қадар умр бинад, пасту баландиҳои зиндагӣ мушоҳида кунад, таҷриба андӯзад, боз аз ҳама ширинтарин айём кадом айём гуфта агар аз мӯйсафеди дунё дида зиндагӣ дида пурсид, албатта бачагиашро ба ёд мебиёрад. лекин ҳамин қонунияти зиндагиам истисноҳо доштааст ки масалан агар аз ман аз айёми бачагӣ пурсон шавану хоҳанд ки ман баъзе лаҳзаҳое ба ёд биёраму вай кунам, агар барои ман хеле гарон мешад, хеле гарон мешад. гоҳо ҳатто худамам мепурсам ки чаро ин тавр бесабаб не. бачагиҳои мо хеле дигар хел гузаштагӣ, дар мусофиратҳо, дар ғарибиҳо гузаштагӣ ва дар ҳамон бачагӣ мо ҳам айёми истилои фашистоя дар Русия асар гузарондагӣ. баъди истилои фашисто худо мо дар қатори он бадарғашудаҳое будем ки падарамо мударриси мадрасаи намозгоҳи ҳамин шаҳри Хуҷанд солҳои 30 давраи кулаккунӣ ана ҳамон ҷараён ба гирифтор шуда, он каса соли 30-31 дар қатори 30,000 нафарҳои дигаре ки аз Осиёи Миёнаю аз Ӯзбекистон буданд ба Кавкази Шимолӣ бадарға мешаванд. اونجا اکن بدرغه است، شرایط دیگر است. از همه مرکبش این بود که ما منمی از طبیعت گرم معتدل شهر خوجند عزیز با طبیعت سردترین کاوکاز دچار آمدیم که تا 50 درجه سردی ها داشت و همین سردی ها چه تاثیر دارد تصور کردن مشکل. خواه و ناخواه آدم غصه میگیرد، وای میگیرد. بسیار مرکبی ها داشت که همون نگویم بهتر میگوید آدم. بنابراین حتی نمونه یک نمونه ویش اگر در اون سردی ها خواه و ناخواه وفات فوت زیاد بود. بله. لیکن صاحب همون خاندان یک عضوی وفات کرده شه برده گور کافته گرانده نمیتونست، زیرا که زمین یخ بسته بود، بیلی تیزترین هم کافته نمیتونست. با کورپچه و می پیچاندن و هیزمخانه یک کنارش میماندن، لیکن هوا که سرد بود و نابود نمیشد. هم تو یخ کرد می ایستاد. اولی بهار وقتی که زمین سال ملایم شد و زمین میکافتن و سانی همون ویا یک خیل ایستاده است برده به جای آخرتش میماندن آدمی ففتیدگیه. و اهم عجیبش این که اکن زمستان سردی های سخت، هیزم در کار، هیزم از هیزم خانه میگیرید. هر روز در آمده این چشمت هم میفرامد که یک طرفش به مرده پیچانده شدگی ایستاده است. یک خیل خواه و ناخواه به طبیعت انسان تاثیرهای ناجور میرساند. انم خیل اون طرفش سال سال بیش کلام شده بودیم که جنگ سر شد. همون وایها فاشیستا تا ستاوروپول آمدن، از ستاوروپول راهی تا استالینگراد رفتن، لیکن در استالینگراد مغلوب شده باز چپا گشتن بعد با همون جاهای خراب کردگی هاشون بار دیگر خراب کرده بعد گذشته رفتن.
همین هرچند که ما بچه بودیم با چشم بچگی و با گوش بچگی و با هوای بچگی برداشتیم من میخیل خدای شکر با غلبه رسیدیم و سال 46 با مادر ما حرکتی به وطن اصلی بازگشتن کردیم و سال 46 به وطن اصلی اول به خوجند، ثانی به سمرقند و ثانی به دوشنبه که در آنجا بزرگوار ما شریک درس پدر عزیز ما صدرالدین عینی از سمرقند به دوشنبه کوچ بستند و ما هم از عقب آنها به دوشنبه کوچ بستیم. همین طریق قریب که 50 سال عمر ما در دوشنبه گذشت و خدا را شکر که زینه به زینه یکم که به وطن برگشتیم. دیگر اینکه همون امتیازهایی که ملت ما داشت درجه به درجه صاحب گشتیم. مکتب تمام کردیم، دانشگاه عالی تمام کردیم، اول با کار تلویزیون وارد گشتیم، ثانی با کار مجله صدای شرق وارد گشتیم و رفته تا به درجه نویسنده خلقی تاجیکستان رسیدیم. سلام باشید استاد. من به قول یک حکمتی مشهور است میگویند که هیچ کس از پیش خود چیزی نشد. همین ذوق نوشتن، ایجاد کردن در شما کی گوییم پیدا شد؟ هنوز از اوانی بچگی و کی رو در همین کار استادی نخستین خود میدانید؟ باشید در حقیقت از همین گلچینی گپ‌هایم پی بردید که بچگی سخت گذراندیم، زمان سخت، دوره سخت، غصه ها سخت. چی علاج یابم که همین محیط بیرون شوم؟ گفته خواه و نخواه رو به ادبیات می آوردید. از بس که اونجا محیط روسی بود، همه مکتب روسی، مطالعه روسی همه روسی بود و همانجا ما با ادیبان روس، آنتون پاولویچ چخوف، داستایوفسکی و غیره، حتی نام یک حکایه چخوف غصه نام دارد. انمو غصه خوانده پای بردم که همین آدم اگر غصه خودش رو روی کاغذ بیارد آنچه دلش سبک می شود، چهرش گشاده می شود. من همین راه جسته سکین به همین راه خودم وارد گشته. اول از حکایه ها سر کردیم، بعد به پاویس ها گذاشتیم و نهایت همین رو باید گویم که در دوشنبه که زندگی می کردیم سالهای 60 اوج بنیادی ایستگاه برق نارک سر شد و در یک مجلس بزرگوار ما میرزا ترسونزاده دعوت کردند که از همه گوشه کنار سابق اتفاق شوروی ادیبا، شاعرها آمده ایستادند، پوبلیسیستا اثر نوشته ایستادند. چرا ما خاموش؟ گفتن همین چیز به من بچه جوانتر که ما بیش تاثیر کرد و من به نارک رفتم. این سوال نوبتی من میشه این مسئله به حتما برمیگردیم. به هر صورت چیزی که شما گفتید میگوید که یک شاعر به نظرم بیدیل بود، این سبک بیدیل به نظرم سبک هندی میگوید هر سخن سنجی که خواهد سعدی معنی ها کند چون زبان میباید اول خلوتی پیدا کند. این یک تفکر میکند، یک فضای باید باشد که فکر کند بعد یک چیزی گوید و نویسد. یعنی انا همون عامل ها، انا همون مشکلات اجتماعی که شما داشتید گویم سبب شد که از این تنگنا بیرون بروید. گویم وای اون دلی که در تنگنا مانده بود بیرون برآمد و اون چیزی که بود روی کاغذ آمد. دوستان در مورد ادامه منطقی همین بعدا مسئله اشتراک شما در ساختمان نارک صحبت می‌کنیم. از حضرت نوح میپرسن که ای نوح، که زیاده از 900 سال عمر دیدگی، میپرسن که ای نوح این دنیا رو چگونه دریافتی؟ بعد میگه این دنیا رو به مثل یک سرای دو در دریافتم که یکی دری درآمد دارد و دیگری دری برآمد. شما همین در فاصله عمری خود همین دنیا رو، همین زندگی رو، همین در دنیا زیستن و آدم بودن رو چگونه مثلا دریافت دوستان؟ در حقیقت اول انسان رو پروردگار همین خیلی آفریده بود است که همیشه تشنه زندگی،
تشنه معنی زندگی، تشنه بنیاد زندگی و کوشش میکرده است که با اون چیزی که کم و بیش وارد گشت قناعت نمیکرده است. همیشه در جستجو و همینش هم عجیب بود است که چقدر جستجو عمیق‌تر شود اگر همون قدر بازیافت هم زیادتر میشد است. و همین شوق که آموختن و دانستن از طبیعت انسان هیچ گاه دور نمیشد است. همین شوق با ما هم بود. لیکن من اکنون که به 80 نزدیک شدیم دنیا رو خیلی دیدیم و همین دوره با کم و بیش اکنون همش فهمیدیم، همش دانستیم، هم تو بوده است گفته کم و بیش ما خاطر جمع کنیم گوییم اگر خاطر جمع نمیشده است. با در حقیقت چقدر آموزید ما یک دوره این سفید این سیاه گفته به دو رنگ تبدیل میدادیم طبیعت زندگیه. نه، زندگی 1001 رنگ داشته است، 1001 تابش داشته است و همه مهمش 1001 فهمش داشته است که ما گاها هم تو هر دنیا تا هستیم همین دنیا سانه همین که تمام گفته نگی یک دنیاهای دیگر بوده است که اگر نه همه به این باور میکند لیکن وارد شود و همه نکته هاش اگر فهمد اگر وای دنیایم نه کم از دنیای دیدهاتان بوده است که یعنی چقدر تحقیق عمیق‌تر شود اگر همون قدر دنیا شیرین‌تر میتافت است و 70 و 80 عمری پایان عمر نبوده است و حواله با خودش میکنید که مادامی که با یک در آورد حواله میکنید که صاحب این درم خودش و کدام روز ساعتی که مناسب میبیند مسلمانای و ایش خصلتش همین که اینها بنده تسلیم هیچ وقت انتخاب نمیکنم. من همین عمری در گذر بارها دیدم که باور نمیکردگی نه من حال نمیمارم هیچ کجا نمیروم گفته همین وایهای قناتهای کتی بیمار خوابیدهش رو پچخ کرده پچاق کرده که من نمیمرم لیکن با وجود این رفتگی لیکن اینش هم بسیار ها دیدیم که مسلمان تقدیر بوده است گفته جانش میتید و خودتان همین موضوع من بکشودید اگر دوره های آخر سن سال که همین خیلی هست جستجو میکنیم که بزرگا در باره همین گزارش چی گفتند. کافته از حضرت مولوی یافتم یک بعد ای اون که با اسبی بقا از دیر فانی میروی دانای و بینای رهی آنجا که دانی میروی. با دانسته یعنی رفتن آسانتر بوده است نسبت به منکری که دیگر دنیا نیست گفته که منکر میشود همین کتی و ابدا پدرود میگوید با زندگی. بنابراین همین همیشه به هر باور از ناباوری بهتره. همیشه انسان با باور زنده تمام عمرش باور میکند و زندگی میکند و همه بار میبردارد کار میبردارد با باوری. لیکن همطور که ناامید شد و از باور بیرون شد یعنی باید از زندگی هم بیرون شد گوییم خطا نمیکنیم. تشکر. درست استاد. برای بیننده های یک نکته رو گفتنی هستم که استاد عزیزی ما از نفرانی هستند که به واسطه در روند ساختمان نیروگاه آبی برقی نارک اشتراک کردند سالهای 60 و خودی استاد اگر خطا نکنم 1 سال در آنجا زندگی کردند همراه ساختمانچیان و همچنین باز 4 سال دیگر هر روز رفته می آمدند و یک رمان پوبلیسیستی بسیار یک رمانی گوییم با ارزش با نام آبروشنایی تالیف نمودند که در تاریخ ادبیات معاصر تاجیک واقعا جایگاه خود را دارد که یک اثری پوبلیسیستی نفری که رفته دیده اون چیزی که دیدند روی کاغذ آوردند. استاد باقی سخن به زبان شما. با دعوت بزرگوار ما میرزا ترسونزاده ما به نارک رفتیم. اکنون هنوز جوان بودیم و نمیدانستیم که این رفتن چی حاصل میتید.
لیکن هر کس که خودش نیتش نگیرد و عزمش قوی گیرد اگر خودی محیط با وی مددگار میشده است مددگار میشده است همین وارد شدن به محیط مردمی کارگر وارد شدن به طبیعت ساختمان وارد شدن به مناسبت های نوی استحصالی که هم تو در زندگی گاه پی نمیبرید دچار شدیم و همین رابطه ها همین پیوست ها خود آدم پیش از همه تربیه میداده است نظرش چقورتر میکرد است دیدش عمیقتر میکرد است و اندیشه هاش هم فراختر میشده است و نیت ابتدایی ما یک قصه یک پویست نوشتن بود پویست نوشته شد لیکن این تو پای بردم که گویا از بحر یک قطره نوشته شد چرا قطره دیگه علاوه نکنیم گفته با عزم قسم دوم نوشتن قسم سوم نوشتن سه قسم شد و با هم پیوست و یک رمان شد یک رمان شد همون جای هم اکن همیشه همکسب غیور همکسب در محاکمه ها خیلی گپ زدن لیکن مرحوم سید میرشکر سخنشان در گوشم حالی هم نقش بستگی او رفیقا اینقدر محاکمه دراز میکنید از هر یک ورق این رمان بوی نارنگ میآید همین برای مؤلف تعریف عالی ترین و بزرگترین این هم یک طرف کار من سالها گذشت بعد نارک راغون سر شد راغون هم با پیچ تابای زیاد در سر شد یک قسم خواستن که بنیاد شود یک قسم نخواستن که بنیاد شود شست ساختمان شکسته شد همین کتی ساختمان لط یافت اگر همون سالهای 70 و 80 ساختمان راغون لط نمی یافت و بنیاد میشد ما با آن تنقیصی ها و سختی های زندگی سالهای 90 دچار نمی شدیم من ناورک بود که برق میداد به هر حال خانه های مردم چراغان بود استحصالات کار میکرد اگر راغون هم همان وقت بنیاد میشد ما بتون مرتبه دیگر به میرسیدیم لیکن چه عجب که از محیط خدا ما میخواستگی هایم پیدا شدن نمیخواستگی هایم پیدا شدن اگر در نارک مردم محل از بسوادترینش تا بیسوادترینش سخت به ساختمان چسبیده باشند در راغون منفعت های خوردی زندگی از منفعت های جمعیت بالا گذاشتم قبرستان ما تگی آب میماند مزار علی گلبان تگی آب میماند گفته یک بهانه میده ترین دلیل آورده شست ساختمان شکستن چه خوش که من دوره استقلالیت با ساختمان سر شد لیکن چخیل استقلالیت بنیاد کردیم و اثر گذراندیم همه ما میدانیم هنوز وطن حکومت سرور با قدرت نداشت که یک بار راغون سر کند ما بتون بعد جنگ 90 شلپر شده بیمدار شده مانده بودیم بنابر همین از سنگتوده یک سنگتوده دو سر کردیم کمو بیر که اقتدار پیدا شدیم باز با راغون وارد شدیم من شکر که پیش از همه با اراده سخت پرزیدنت محترم پیشوای ملت این ساختمان بنیاد یافته ایستاده است وگرنه مانع های زیادی بود و چی شکر که همین سال نصیب باشد از روی وعده و واعظ اگریگت یکم به کار می درآید همین غلبه اگر ما به غلبه استقلالیت و به استقلالیت رسیده باشیم اگر اگریگت راغون به کار درآید ما به استقلالیت اقتصادی وارد میشیم بنابر همین ما افتخار داریم که همان سالها همین با دویم ساختمان و سوم ساختمان و با بعد نارک با راغون رفتن و با سنگتوده رفتن این هم تو خواهش من نبود خود جریان زندگی غیرت زندگی
ما را هم طرف روانه کرد. رمان سیگانه نوشتیم و با دست مبارک پرزیدنت محترم ما صاحب اردن نویسنده خلقی تاجیکستان شدیم. همه مهمش من اکنون امروز من رو به 80 آورده ایم و کرا خیلی تجربه حاصل شد که چرا عادتا نویسنده هایم دردهای مخصوص دارن. گیپرتنی، دولینی، این و گاهو من حیران میمانم که چون من این دردا هنوز سن و سالم موافق باشدم گرفتار نیست. ثانی فهمیدم که انمون زحمت های سخت جوانی طبیعت اصیل ناز و نعمت دهات مددگاری کرد که من این گونه خودم نگاه داشته آمدم. بنابراین من 100 کرات تشکر میگویم به همان دور، به دوره که میرزا ترسنزاده و بزرگای دیگر بودن و 100 تشکر دیگر به این دور میکنم که من از همین محیط کارگری و محیط طبیعی و محیط اصیل بیرون نکردم. سلامت باشید. تشکر استاد، سلامت باشید. واقعا استاد اینجا 2 مرتبه اشاره نیز رفت که امسال نویسنده خلقی تاجیکستان استاد محیدین خواجه‌زاد به سن مبارک 80 میبرایند و استاد پیش از همه من به شما تنی صحت، عمری بردوام، همیشه به قول عمری کتاب‌های پر ارزش آرزو میکنم استاد، چون شما نفری هستید که واقعا وقتی ما دعوت کردیم خود استاد گفتن که من پیاده میروم، شما زحمت نکشید. خود استاد یک زندگی گوییم سالم، گوییم طرز حیاتی سالم را برای خودشان انتخاب کردند و فکر میکنم همین پیاده گشتن و راه رفتن هم یکی از گوییم واسطه های خوبی سالم بودن و سلامت گشتن است. استاد همیشه صحت سلامت باشید. استاد یک سوال نهایی من در موردی، چون بیشتر استفاده برنده تکنیک امروز جوان ها هستند که اینقدر بلد هستند، خوب استفاده میکنند و این برنامه ما رو نیست این لحظه جوانان نیست تماشا دارن، من باوری دارم و به سخنهای شما توجه میکنن، از سخنهای شما برای خودشان بهره میگیرن. و اگر من به شما گویم که استاد 3 مصلحتی که مهمترین برای جوانان امروز دادن میخواهید کدام ها خواهد بود؟ سلامت باشید. اکنون در حدود 3 محدود کردن مشکلو، لیکن اگر کوشش کنیم اگر میشد. پیش از همه بردی اولین درجه جوانا این جوانی، سن سال جوانی این یک دولتی هست که این دولت پول کتی، دلار کتی، دیگر چیزا کتی خرید نمیشه. اولا جوانا باید به قدر جوانی خود رسند. دیگر اینکه همین انسان که به دنیا آمد و میخواهد یک نقش ارزنده گذارد باید راه انتخاب کند. ما میدانیم که در زندگی 1001 راه هست. راه های کج هست، کج و کلیپ هست، راه های شایم و ناشایم هست، لیکن راه راست راه جمعیت است. همین ما که عضو همین جمعیت باشیم باید قانون و طبیعت و طلب جمعیت را باید به اینابت گیریم. پیش از همه از قدیم تا امروز آمد کدام انسان انسانی بزرگ، انسانی راست، انسانی راهش را یافته و انسانی با راه راست رونده. همین ایدئال انسان است. بنابر همین دویمش همین. سوم این که راه های بسیار به مراد رسیدن ها هست. چه عجب که گاه ما راه راست و راه حلال نمیکابیم و کم و بیش راه های کج و کلیب میکابیم که با آن راه ها آسانتر مقصد حاصل میشد، ما راست میشه. راه آسان به مراد رسیدن این راه مرد حقیقی نه. مرد حقیقی، جوان حقیقی باید راه انتخاب کند که بگذار وزنی‌تر باشد، لیکن حلال باشد، لیکن
پاک باشد. وازنین اینجا به معنی گوییم زحمت طلب باشد. زحمت طلب باشد. ما عادتا طبیعت انسان همیشه راه آسان میجوید، راه سبک میجوید، راه تیز که به مراد رسیدن نمیجوید. اینطوری باید که بدن آب و تاب داد، وجود آب و تاب داد. برای آب و تاب دادن وجود زحمت کشیدن در کار کم و بیش، اما ها به این نوبت نمیگیریم. همین دویم راه سوم راه طبیعتا که میگویند که پروردگار عالم وقتی که جسم انسان آفرید به وی قدرت 10 کس داد. یعنی یک آدم در عمرش میتواند نه تنها خودش سیر کند، 10 کس به حضور سیر کرده میتواند. همین مهنتش، حرکتش، تمیزش، ادراکش که سیر کرده میتواند. هیچ وقت هراسیدن در کار نیست. همین هراسیدن میتونم نمیتونم، این جو پریده میتونم نمیتونم، این دریا گذشته میتونم نمیتونم میگفتن. همین دودیله شدن الله که شست غیرت میشکند. شست غیرت هیچ وقت شست غیرت شکستن در کار نیست. یعنی شست غیرت ما چنانه که گفتیم به هر یک انسان قوت 10 کس دادگی، 10 کس دادگی به حضور همین مهنت کرده و کرده شلپر شده به حال شده خواروادم یک خواب گیردگر با به حال میبیاد، باز به حال میبیاد. بنابر همین کم و بیش از زحمت ها هراسیدن در کار نیست. زحمت آدم آبوتاب میتید، زحمت آدم زیباتر میکند و زحمت آدم پرقدرتتر میکند. من همین اگر سویم گوییم اگر به حضور همین 3 راه جوانا پیش گیرن، اگر هیچ وقت در پیش یگان پهلوان هم خجالت نیستن، در پیش یگان فریبگر هم متهم نیستن، راه راست زندگی که رفتن میگیرن و آرزو میکنم که همین راست همیشه رهبلد جوانان باشد. تشکر استاد، تشکر زیاد. راستی برای اشتراک، برای پاسخ به سوالهای برنامه، برای این یک صحبتی بسیار آفتابی پرمضمون به شما عرض سپاس میکنم. تشکر استاد. همیشه صحت و سلامت باشید، عمری دراز، همیشه در پهلوی ما باشید و ما را نصیحت های همین خیلی که این لحظه مطرح کردید برای ما جوانا از همیشه که بهره ور باشیم. باری دیگر سپاس، تشکر، سلامت باشید. ما هم آرزو میکنیم که بنای زیبا با آمدتان مبارک شود. شما هم در تاریخ بنیادتان خیلی زحمت ها کشیدتان، جای کافتتان، از یک جا به دیگر جا رسیدتان، صبر کردتان. من مکافاتش این گونه بنای زیبا الهی نصیب کند و همیشه محبوب خلق باشتان با برنامه هایتان. تشکر، سلامت باشید. واقعا این بنا خود میوه استقلالیت است. تشکر استاد. از در فرجام برنامه بیننده های ارجمند همین نکته را از در حاشیه سخنهای استاد به خلاصه آمدم که واقعا در زندگی هر یک موفقیت از پی رنج می آید. بی سبب نمیگویند که اول رنج بعد گنج. بنابر همین همیشگی سری آینده خود دوربینانه عمیق اندیشه کنیم و آن راهی را انتخاب کنیم که آن راهی سعادت باشد، راهی که راست باشد و ما را به سعادت برساند. با امید سعادتمندی شما، با امید برکات زندگی، با امید آنه که از این برنامه هر یک ما و شما برای خود بهره‌های تازه گرفتیم. اینجا برنامه نوبتی در صحبت سهیل دیلان را حسنی انجام میبخشیم. خیر، خانه آباد و سربلند و پیروز باشید.